بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنم و تشکر میکنم از مردم مهربان و محبوب امام حسین در کشور عراق که میزبانی زائرین امام حسین علیه السلام را انجام میدن. به نوبه خودم و از طرف همه ایرانی ها افتخار میکنیم و تشکر میکنیم و واقعا لا یمکن الفراق بین ایران و العراق. 1400 سال پیش ائمه بزرگوار ما این جمعیت رو میدیدن و این جمعیت رو طراحی کردن که شیعیان سراسر دنیا، عاشقان امام حسین علیه السلام، دور هم جمع بشن، از مسیرهای مختلف خودشون رو به حرم امام حسین علیه السلام برسونن و یه اجتماع پرشور و عجیب و فوق‌العاده پرصلابت رو تشکیل بدن که تمام دنیا انگشت به دهان ماندن و هیچ مکتبی، هیچ مذهبی، هیچ دینی، هیچ کشوری نمیتونن یه همچین جمعیتی رو دور هم جمع بکنن. اما ای کاش هدف اصلی ائمه بزرگوارمون رو ما میفهمیدیم. این مردمی که الان تو این مشایعه دارن راه میرن به سمت حرم مقدس سیدالشهدا، اگر با تک تکشون حرف بزنید و مصاحبه بگیرید، آرزوی شهادت دارن، یعنی دوست دارن تو این راه جان بدن برای خدا و برای اهداف امام حسین علیه السلام. ائمه ما 1400 سال پیش دنبال این مطلب بودن که شیعیان دور هم جمع بشن، احساس تنهایی نکنن، احساس قدرت بکنن و یزید زمانه رو شکست بدن. یعنی دقیقاً امروز اگر دولت ایران، دولت عراق می اومدن تمهیداتی رو، مقدماتی رو فراهم میکردن، اسلحه هایی رو در اختیار اینها میگذاشتن، حداقل مردانشون آموزش های مقدماتی میدادن و مسیر رو روان میکردن، مسیر رو هموار میکردن به سمت بیت المقدس برای آزادی مردم مظلوم غزه، به سمت لبنان برای آزادی مردم شیعه لبنان. اگر این اتفاق می افتاد، یه امثال نتانیاهوی ملعون و کودک کش و ترامپ سگ زرد مجرم جزیره اپستین نمیتونستن اینجور بر علیه مسلمون ها رجزخوانی بکنن و اینها حتما به اون نابودی معجل و سریع میرسیدن. امیدواریم خدای متعال به مسئولین و حاکمان حکومت‌های اسلامی شجاعت بده، غیرت بده، بصیرت بده تا بتونن از این پتانسیل و ظرفیتی که ائمه بزرگوار از طریق شیعیان در اختیارشون قرار دادن استفاده بکنن در راستای پیروزی مسلمین جهان. امیدواریم خدای مهربان صاحب اصلی این امت، مهدی صاحب الزمان رو برساند و ظهور حضرت در زمان زنده بودن ما مقدر بشه و ما همه جان فدای مهدی آل محمد باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.